اگه میخوای بدونی چطور از صفر یک شرکت بزرگ ساختمانی را بندازی، این پست رو تا انتها ببین. روز اول خودت یا خودت احتمالاً خودت طراحی کردی، خودت اجرا می‌کنی، لیست تجهیزات رو خودت نگهداری می‌کنی، حسابداری و خرید هم خودت انجام میدی. یه دو تا پروژه رو که به همین سبک خوب انجام بدی، به چند تا کار پیشنهاد میشه. برای هر پروژه مجبور میشی سرپرست کارگاه بذاری و کم کم یه دفتر فنی را بندازی که طراحی، محاسبه، نقشه کشی و مترات رو انجام بده. کم کم می‌بینی وقت خرید هم نداری. پس اونها رو یا به سرپرست کارگاه می‌سپاری یا به مسئول خرید. حساب کتاب اونقدر زیاد میشه که باید یه حسابدار پاره وقت استخدام کنی. هماهنگی بین کارگاه و دفتر فنی رو خودت انجام میدی، ولی کم کم میبینی نیاز یک پوزیشن جدید به نام مدیر پروژه رو باز کنی و هماهنگی بین دفتر و کارگاه رو انجام بده. یه انبار مرکزی را میندازی که تجهیزات و ابزارات اضافی تو اونجا دپو کنی. احتمالاً چند تا ماشین آلات سنگین می‌خری و پروژه‌ات رو با سود قابل توجهی می‌بندی. اینجاست که سرمایه‌دارای بزرگ بهت اطمینان می‌کنن و می‌خوان که در کنار تو در سود و ریسک پروژه‌ها شریک بشن. این موقع است که می‌تونی هیئت مدیره را بندازی و شرکت سهامی عام ثبت کنی. و چون سیستم خیلی بزرگ شده، حسابرس داخلی می‌خوای.